من میخواستم زندگیم بهتر بشه، ولی اشتباهی کردم که زندگیم خیلی بدتر شد. این کار خیلی حماقت بود و من واقعا انقدر شرمسارم که اصلا الان توی شوک روحی عاطفی اصلا نمیدونم کجا. توی عروسی دختر عموم دیدم اون شب یه ارتباط خیلی ساده چشمی داشتیم. بهش گفتم ولی ایشون از قبل تو خونه قرص خورده بود، خودکشی کرد. بعد اونجا هم نمیدونم دوباره مگه موش خورد چی خورده بود که من باز متوجه نشدم. مرد سیاه‌سال گریه میکنه. آره. برای چی؟ دلم سوخت. دلتون ببین مملکت قانون داره. دل شما برای کی سوخت؟ برای کسی که شوهر داشته؟ عاشقش بودین؟ یه زمانی. بعد از اون نه؟ بعد از اون اصلا ازش خبر نداشتم. اون منو پیدا کرد. من با همون موقع که میومد بهش گفتم با بی خیال من شو، با من درد دل نکن. به خدا این 2 ماهی که با من درد دل میکرد انقدر اصلا من بهم ریخته بود. به خدا من یه خدا 11 کیلو وزن کم کردم. 2 ماه پیش منو پیدا کرد، یه پیامی داد تو اینستاگرام، گفتش که موفقیتاتون رو تبریک میگم، فقط برام سواله که این همه موفقیت تو این چند سال چطور ممکنه؟ این دفعه حمله کرد به من شب عروسی گفت برگرد برو خونه پدر تو اینا، که من نرفتم. گفتم من ازدواج کردم، زندگیمو دوست دارم. من دویدم رفتم تو همون در قفل کردم که دیگه کتک نخورم. و تا ساعت فکر میکنم 3-4 نصف شب بود که من وایساده بودم اونجا. 3 بارم رفتم پیش پدرش التماسش کردم. دفعه سوم داشت گوشت تمیز میکرد تو قصابیش، آشغال گوشتا رو پرت کرد سمت من. بابا گم شو مرد، تو کی هستی؟ اما رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ هم اینجا حضور دارن. جناب سرگرد نمکشناس، ضمن عرض سلام و ادب به شما میشنویم حرفای متهمین این پرونده. بعد من ایشون راجع به زندگیشون گفتن که ازدواج کردن و اینا، من راجع به زندگیم گفتم. خانم رها ببخشید، چه انگیزه‌ای باعث شد که شما برید با ایشون قرار حضوری بذارید؟ یه کنجکاوی زنونه؟ نه یه کنجکاوی، مثلا فکر کنید شما یکی رو بعد از 17 سال میبینید دوست دارید، بعد ایشون به یه موفقیتی رسیده، دوستش بپرسید چی کار کردی به اینجا رسیدی و من چی کار کردم به اینجا رسیدم. رابطه عاطفی که قبلا داشتی تأثیری تو این تصمیمتون نداشت؟ نه، من بیشتر حس کنجکاویم بود. بیشتر خیلی خب خودتون یه لحظه فکر کنید شما بعد از یک مثلا حدود 16-17 سال، اونم تو زمینه هنر، بعد مثلا من این همه اون موقع تلاش میکردم هنوز به مثلا نتونسته بودم، بعدش هم که ازدواج کردم که کلا هنر تعطیل شد، احساس میکردم هنرم کور شده. میخواستم راز موفقیتش رو بدونم، واقعا میخواستم بدونم. خب با هم دیگه ملاقات کردیم؟ بله ملاقات کردیم، صحبت کردیم. ایشون راجع به کارش گفت، راجع به زندگیش گفت، منم راجع به زندگیم گفتم و بهش گفتم من الان اومدم اینجا شما رو ملاقات کردم، ریسک بزرگی کردم، چون اگه هر لحظه شوهر من بفهمم دقیقاً سر منو میبره. یعنی اصلا شوهر من اونجوری نبود که ازم سوال بپرسه، کاری که احساس میکرد یعنی نمیپرسید که شما با این آدم رابطه داری یا نه. گفتید که من دوست ندارم شما احتمالاً احساسات و عواطفی درت ایجاد بشه، به رضا گفتید اینو؟ گفتم من میخوام از شما استفاده کردم. بله گفتم من میخوام که کاملا شما زندگی خودتون داشته باشید، من زندگی خودم. ما تا الان اومدیم صرفا در مورد هنر رو اینکه چجوری واقعا تونستی به این جایگاه برسی برای من واقعا سواله. کنجکاوی زیاد داشتم. بعد ایشون فهمیدن که من از شوهرم به شدت میترسم. بعد دلیلش رو پرسیدم، من گفتم واقعیت شوهر من مصرف کننده است. از کجا فهمید از شوهرتون میترسه؟ خب حالت من استرسم، لرزش دستام، هی نگاه میکردم کسی یعنی بحث از فضای کاری کشیده شد به فضای شخصی. بله از حالت دستام، از همش میگفتم بریم، من دیگه برم. بعدش هم گفتم من تا حالا این روابط پنهانی اصلا نداشتم، اصلا بلد نیستم دروغ بگم، اگه بخوام دروغ بگم 1% اون بفهمه گردن منو میزنه، خب به جای دیگه نمیکشه. بعد ایشون یه کمی که جستجو کردن و اینا، بعد تماس بعدی که با من گرفت گفت من بعد احساس نگرانی میکنم. من قبلا تماس بعدی یعنی
بعد از این قرار قرار دیدید شماره تلفن؟ بله دیگه. بعد از این قرار گفتش که من بعد احساس نگرانی میکنم، من قبلا تحقیق کردم روی معتادا، میدونم چه جور آدمایی هستن، شناخت نسبی روشون داشتم. و این احساس نگرانی رضا از 2 ماه پیش شروع شد؟ بله. و شما اجازه دادید که ایشون به نوعی وارد حریم خصوصی شما بشه؟ متاسفانه. خب ادامه بدید. خانم رها، من یه چیزی رو متوجه نشدم. این شماره‌های تلفن همراهتون صرفاً برای اون قرار کاری بود؟ خب برای همون قرار کاری شماره‌ها رو رد و بدل کردید یا خب میتونه آدم توی به فرض فضای مجازی گفتگو کنه منتها شماره‌ای رد و بدل نشه؟ نه ایشون سریع شماره منو گرفتن و شما هم سریع شماره رو دادید. من بعد از 3 روز فکر کردم. به چی فکر می‌کردین تو اون 3 روز که کنجکاویتون هم کنجکاویم بود، هم فکر می‌کردم که خدا نکنه شوهرم نفهمه، هم ترس داشتم. خب نه، من میگم که تو اون 3 روز شما داشتید به این تصمیم میرسیدید که من شماره‌مو بدم به رضا. دوست داشتم. خب تو اون 3 روز داشتم به این فکر می‌کردم که میخوام اطلاعات بگیرم ازش، بدونم واقعا چه جوری شده به اینجا رسیده. برام مهم. اینا توی فضای مجازی نمیشون؟ خب ایشون میگفتن که شماره‌تو بده من صحبت کنم. اصرار داشتن. و شما بعد از 3 روز این قطعیت رسیدید که بعد از 3 روز من گفتم حالا شماره‌مو میدم، یه تماسی داشت. خب اون گفتگوه بس از فضای کاری کلا خارج شد؟ کلا از فضای کاری خارج شد. میخواد یه مقدار آب بخورید که هر جا که نیاز دارید استراحت کنید بهمون بگید. نه ادامه میدیم. بله. بعد ایشون خب در جریان زندگیم قرار گرفتن. البته من اشتباه کردم. من نباید، یعنی کسی که انقدر از خودش توی زندگی مایه میذاره نباید. خانم رها بغضتون الان برای چی؟ برای زندگی، شما خیلی تحمل کردید منتها انگار این دفعه برای زندگیم، برای شوهرم، برای بچه. خب من هیچ وقت کسی نبودم که رفتار پرخاشگرانه داشته باشم یا دنبال زندگی با کس دیگه باشم. صرفا میخواستید درد و دل کنید باش؟ صرفا میخواستم ازش راهنمایی بگیرم. من احساس میکردم در حد خیلی زیادی عاقله. قبول دارید کنجکاوی رفت کنار؟ کنجکاوی هم نه همچنان بود، ولی احساس میکردم چون ایشون بالاخره نخبه هستن، کتاب در زمینه موفقیت نوشتن، فکر میکردم خب از یه مشاور بالاترن. فکر میکردم از راهنمایی کرد؟ راهنمایی کرد، ولی راهنمایی که میکرد واقعیت هم الان نتیجه شو دارم میبینم. و شماره‌های همو داشتید و بعد از اون جلسه دیگه شما شروع کردید راهنمایی خواستن از ایشون ها؟ احساس میکنم کسی که بتونه توی 15 سال انقدر موفق بشه خب مطمئنا راجع به زندگی هم میتونه پیشنهادهای خیلی خوبی داشته باشه. که من چند نمونه از پیشنهاداشو بگید. خب مثلا یه پیشنهادش این بود که اصلا برم خارج. من مثلا یواشکی با آرتین برم خارج. ایشون اولش گفتش که من حامی مالیت میشم، ولی متوجه شدم که خودشون اوضاع مالی خوبی ندارن که مثلا من بخوام برم خارج کسی ساپورتم کنه. چی شد که از راهنمایی رسیدیم به فضای عاطفی؟ اصلا رسیدیم یا نه؟ هم در حدمون راهنمایی ایشون کلا تو فضای عاطفی بودن. از پیشنهاداتشون این نبود که شما برید پیش روانشناس آقای رضا؟ ایشون خودشون یه روانشناسی داشتن، میگفتن من از اون نیروی فکری میگیرم. نیروی فکری میگیره به شما میگه؟ آره. خب عجب. من خیلی شدید موافق اون تصمیم بودم که برم خارج، دست آرتینو بگیرم برم خارج با کمک رضا. با کمک اون. آره دیگه بالاخره یه پشتوانه چون به کسی دیگه که باید میدونم. نه کسی دیگه که اصلا. آره من مثلا داداشم خارجه ولی خب هیچ وقت ازش کمک نخواستم در این خصوص. با هم دیگه می‌خواستید برید یا ببخشید سوالم می‌کنم؟ نه اون که نمیتونست با من بیاد، اون خودش زن داشت. صرفا پیشنهاد گفت من کمک گفتم اگه مثلا میتونه ساپورت مالی کنه من برسم اونجا. خب یه سوال برام ایجاد، شما به عنوان یک خانم براتون این سوال نبود که اگر همسر رضا متوجه این رابطه شما و رضا بشه دقیقاً بهش میگفتم مشکل زا میشه برای رضا و خانواده‌اش؟ که همسر من فوق العاده منطقیه، وقتی حرفای منو بشنوه
و چون میگفتش که من به همسرم ایمان دارم و منم تا این سال کار خطایی نکردم. پیشنهادی که رضا به شما داد برای که برید خارج مشروط به این نبود که با هم دیگه ازدواج کنید؟ گفت بعدش اگر خواستی با من ازدواج کن، چون من بهش گفته بودم که اصلا نمیخوام درگیر عاطفی یا چیزی برای خودم فعلا ایجاد کنم، چون من واقعا به استراحت روانی نیاز داشتم. رضا گفته که با خانومش اختلاف داشته گویا. گفته. شما که میگی که با همسرش خیلی منطقی بود. اولش گفت همسرم خیلی منطقیه، ولی بعد چند جلسه گفت که اختلافش سر چی بود؟ بعد میگفت مثلا کار منزل رو انجام نمیده، 2 هفته قهر میکنه، بی‌مهری میکنه. دوست داشتید جناب سرگور سوالشون در راستای اینه، دوست داشتید خودتون تکی برید بالاخره یا دوست داشتید با آقا رضا؟ ببینید من دوست داشتم تکی برم، منتها حالا رضا پیشنهاد بعدی دوست داشتم تکی برم و زندگی کنم و اونجا اگر ایشون هم جدا شده بود و شرایطش اوکی بود و اگه واقعا هم دیگه مثلا منم یه روزی تمایل مثلا خاص مثلا عشق و علاقه تو پدیدار میشد، شاید رفتم پیشش گفتم اینجوری یهو دیدم گفتش که آره اسلحه. گفتم آقا من اسلحه، من تفنگم تا حالا ساچمه آبپاشم دستم نگرفتم، اسلحه چی؟ گفتش نه این اسلحه هیچ خطری نداره، نگاه نکن قیافش گنده است، این اصلا هیچ آسیبی نمیزنه. گفتم یعنی چی هیچ آسیبی نمیزنه؟ گفت این مثل تفنگ ساچمه‌ای میمونه، به آدم بخوره هیچیش نمیشه، نهایتش چیزیو که زخمی میکنه مرغ و کپ و ایناست. بعد تو فشنگش هم نشون دادم، فشنگی چی؟ گفت اینا کن سرش هم، اینا فشنگی هم اینطوری سرش رو هم بود، توش معلوم نبود که توش پر ساچمه بود چیه. گفت اینا فقط صدا داره، میزنی کنار پاش میترسه، نهایتش هم بسام بهش بخوره یه زخم کوچولو هم داره. بعد حتی چند تا عکس تو موبایلش نشون من داد، گفت اینا مثلا تو صورت طرف خورده نمرده، هیچ اتفاقی نمیفته. خب بریم جلو. بعد اسلحه رو بسته بندی کرد، بهم گفت اینجوری فشنگو میذارن. من شد بخرید ازش آقا رضا؟ گفتش که من اینو بهت میفروشمش. چند داد بهت؟ 5 تومن. خب بعد گفت ببر ترسوندیش برش کردم پولتو بگیر. شما 5 میلیون تومان پول دادید به؟ بله. این چک دادید یا پول نقد دادید؟ یه مقدار پول نقد دادم، یه مقدارم به کارتش دادم. و میدونستید که بعدش برمیگرده این پول؟ گفتش برمیگردونه. گفتم یعنی شما دوست نداشتید اسلحه رو داشته باشید؟ نه بهش گفتم آقا من این بنده خدا طوریش نشه، هیچ اتفاقی نیفته. قشنگ می‌خواستی تضمین بگیرید ازش. گفتش خیالت راحت، اصلا به همین خاطر میگم برگردون به خودم. خب من این وسط یه سوال بکنم. شما قبل از اینکه اصلا بحث خرید اسلحه اینو انجام بشه، شما به رها نگفته بودید که من شوهرتو میکشم حتی اگه تو مخالفت کنی؟ نه. چرا خود دقیقه فکر کن. نه. چندین بار گفته بودید، حتی تو نارمک. خود فکر کن. نارمک رفتیم با هم دیگه داشتید صحبت می‌کردی، برگشت گفتی به چی بره؟ گفتی چی؟ گفتی من شوهرتو میکشم حتی اگه تو مخالفت داشته باشی. نه من اینو نگفتم. یعنی از قبل طراحی نشده بود؟ نه ببینی من اینو نگفتم. رها اینو رو گفته؟ نمیدونم. من اینو نگفتم. چرا الان عصبانی شدی؟ باده آقا من اصلا چه حرفی نزدم. خب باشه، آدم حق با آدم باشه، نیازی به شما وقتی که ببخشید این صحبتی که انجام شده الان ایشون داره میگه صحبتی که انجام شده. خب جناب سرگور نماینده قانون اینجا خب میدونم. بعد الان اتهامت هم قتل عمد باشه. بله. شما میتونید از خود دفاع کنید. شما عصبانی نمیشی؟ خب چرا؟ منتها آدم میتونه با آرامش از حق خودش دفاع کنه. آرامش؟ الان یه نفر مرده. بله همونه دیگه، به خاطر همین ما اینجا نشستیم. یه نفر مرده الان. صحبتی که شما داخل نارمک، من کجا میدونم شما رفتید نارمک؟ چون پرونده شما رو من اشرافیت موضوع دارم. خب شما زمانی که آخرین بار با رها داخل نارمک ملاقات کردین ظهر اون روز، هولوش ساعت 12:30 روز پنجشنبه، و آخرین بارم میگه عنوانم میشه که شما بعد میگری به رها میگی که حتی اگر خودت هم نخوای امروزم نیای من بعداً شوهرتو میکشم. من خدا میدونه چه. حالا میریم جلوتر. و اسلحه‌ای که خریداری کرده بودیم با علم به این موضوع، با طراحی این موضوع انجام خریداری شده. من اسلحه رو گرفته بودم فقط برای ترسوندن این. پس بذارید من این صحبت داره گفتمان دو طرفه میشه. خب شما با صرف ترسوندن این کارو انجام دادی که رفتی تیر خلاص زدی؟ تیر خلاص نزدم. شما اسلحه رو داخل دهن مقتول نداشتی؟ خدا شاهده، خدا گواه، نه من اسلحه رو تو دهنش نگرفتم. خدا گواه من رفتم سمتش. چون دو بار منو دیده بود.
من رفتم سمتش، یهو برگشت با غضب سمت من نشون بدم. بشین توضیح بده. من رفتم سمتش مثلا به اندازه ایشون داشت لاستیکو در می‌آورد از صندوق. نه در صندوقو وا کرد. خب من اونجا بودم، رفتم سمتش، ایشون اینجا بود. خب وقتی که برگشت سمت من یه لحظه ترسیدم. شما رو اون دو جلسه قبلی رو چه حسابی دیده بود؟ من یه دفعه دم خونه‌شون منو دیده بود. رها به من زنگ زد، گفتش که این با عصبانیت اومده خونه. خب شیشه مصرف کرده، خدا به فریاد من برسه. خب رفتی دم در خونه بگی چی؟ من رفتم نگرانش شدم، فقط رفتم ببینم اتفاقی براش افتاده یا نه. شوهر اونجا دید چی گفت؟ نگفت تو چه کاره؟ نه اومد تو خیابون رد شد، از جلوی من رد شد. یه دفعه هم که من تعقیبش کرده بودم، خب رفته بودم دنبالش که البته گمش کردم که برای چی رفتی دنبالش؟ رفتم در موردش اطلاعات کسب کنم. اطلاعات برای چی؟ که ببینم چه جور آدمیه. می‌خواستی چیکار بکنی با اون من اطلاعات؟ خب نه بعدش بهش گفتم آقا رضا قبول کن ما حرفاتو بعضی جاهاشو قبول کنیم بعضی جاهاشو قبول نکنیم. قبول می‌کنم که شما بعضی جاهاشو صحبت‌های رها بعضی جاها به واقعیت بیشتر نزدیکه. اونجایی که رها برمیگره میگه که چی رضا گفته آقا اگه تو حتی با من کمک نکنی من شوهرتو میکشم. و این کار انجام دادی. شما با علم به این موضوع رفتی اسلحه خریدی که نکن بچه نیستید شما باشه شما اسلحه‌ای رو رفتی خریداری کردی که فاصله کمتر از 2 متر خرس از پا میندازه. نگفته کی گفته اون اسلحه انسان از بین نمیبره؟ به خدا اون آقا گفتش که این طوریش نمیشه. چند تا گوله شلیک کردی؟ من یه دونه زدم خورد به پهلوش. من یه اسلحه رو اومد از دستت بگیره. اومد از سمتم بگیره، ترسیدم رفتم عقب. شلیک دوم شد. شلیک دوم لوله اسلحه اینور بود، اصلا سمتش نبود. خب شلیک سوم چه جوری؟ شلیک سوم اصلا در کار نبود. من شلیک سوم نکردم. من دیروز اونجا داشتم با آقای بازپرس میگفتم، یه آقای اونجا بود که دقیقاً در مورد پس صورتش چرا اونطوری شده؟ به خدا من نمیدونم. من فکر کردم جناب سرگار تیر به صورتش هم خورده؟ شما توضیح بده. من به خدا نمیدونم. من به خدا فکر کردم که خورده زمین لبش خون اومده. خدا شاهد من اسلحه تو دهنش نکردم. حالا اون بعداً تو ادامه تحقیقات مشخص میشه. ناراحت میشی از اینکه بفهمی رها مثلا چیزایی گفته راجبت؟ ناراحت که دروغ گفته باشه، آره ناراحت میشه. اگه تو راجع به اون دروغ گفته باشی چی آقا رضا؟ یعنی این که شما بهش گفتی من شوهرتو میکشم دروغه؟ بله من چه حرفی نزدم. رها خودش میخواست کاری کنه که اون اووردوز بکنه. آقا رضا آدم عاشق باشه درباره معشوقش دروغ میگه؟ من تا همین الان فقط به خاطر اینکه رها بچه داشت این مسئله رو که رها میخواست کاری کنه که این اووردوز بکنه رو نگفت. شما حاضرید که پای رها هم این وسط کشیده بشه به داستان و گناهکار محسوب بشه؟ به این خاطر که گناهکار محسوب نشه گفت. نه دوست داشتید که گناهکار محسوب نشه؟ بله. پس قبول دارید که گناهکاره؟ ببینید میدونم ناراحتید یه مقدار مجبور میشید تکیه بدید ولی صداتون من بهش گفتم طلاق، برگشت گفتش که باید دخل این طرف یه جور تمیزی بیاد. رها گفت اینها رو؟ عین حرفی که رها زد. عجب. گفتم خب بذار فرار کن، اگه میگی انقدر بده بابا بذار فرار کن برو. این موضوع رو به افسر پروندهتون چرا نگفتید؟ نگفتم به خاطر اینکه رها بچه داره. پس شما رو داره قربونی میشه. اگر اینطوری که شما دارین چرا دیروز به بازپرس نگفتی این موضوع رو؟ نگفتم چون چرا نباید بگی؟ چون بچه داره. تکلیف اون بچه چی میشه؟ تو هم همسر داری، پدر و مادرت هستن، تو هم خانواده داری. این برگشت به من گفت، بهش گفتم بذار فرار کن برو. خب آقا مگه نمیگی طرف بده؟ خب بذار فرار کن برو. گفت بچه‌مو چجوری بزرگ کنم؟ گفتم هزینه بچت با من، هزینه زندگیت با من. چطور شد این بحث پیشنهاد خارج رفتن تبدیل شد به پیشنهاد کشتن همسرتون؟ ایشون متاسفانه علاقه بسیار شدیدی به من داشت. من مدام بهشون میگفتم آخه چی الان از من چی مونده که تو علاقه داری؟ من الان بس فقط ارائه راهکار نبود برای حل اختلاف. احتمالاً دوباره ابراز علاقه میکرد. بله 100%. و میگفت اگه تو بری من خودمو میکشم. مجدداً بحث خودکشی. و من بهش گفتم تو هنوز همون آدم 15 16 17 سال پیشی که باز خودکشی که با اون خودکشیش گند زد به همه چیز. شاید اگه خودکشی نمیکرد همه چیز منطقی تر پیش میره. شما میگفتید که به فرض این نوع رفتار و گفتار تو داره مانع میگفتم اصلا در اذیتم میگه. مثلا یه مدت اصلا تلفنشو جواب نمیدم که میگفت ایست قلبی کردم، نمیدونم الان بیمارستانم، بخش احیام، نمیدونم
ولی من مدام بهش گفتم ببین من همسرمو دوست دارم، درست شکنجه روحی روانی شدم، منتها باید یه کاری بکنیم که آرتین هم در فاز آرامش روانی من میخوام کاری کنم که برای هممون خوب بشه. نه که فقط مثلا من از پله درست کنم بخوام رد بشم تا به اون جایی که میخوام برسم. میتونست رفتن به خارج باشه. آره با ایشون. آره. خب گفتش که من میام میگم به شوهرت. چیو میگه؟ گفت میام باهاش صحبت میکنم. بعد من اونجایی که شوهرمو میشنم یه چیزی دیگه رو میگم یا میام صحبت میکنم گفت میام صحبت میکنم. گفت میام صحبت میکنم که مثلا دست از سر تو بردارم. خب میدونم چه عنوانی می‌خواست بیاد باشه؟ همون من نمونده تحت عنوان خواستگار سابق می‌خواست بیاد. من بهش گفتم شوهر من داداش من بخواد با من صحبت کنه منو کشته دیگه، شما که دیگه جای خود. راه چاره چی بود بالاخره به کجا رسید؟ بالاخره به این نتیجه رسید گفتش که بعد ازش زرچشی بگم، چون راجبش تحقیق کرده بود بعد از این مدت. گفت این خیلی فرق میکنه. آخه یه سری حرفا رو میزد من اصلا باورم نمیشد. بعد یه سری مدارک یه سری صحبت‌ها کرد که ایشون هیچ اطلاعی ازش نداشت. رضا هیچ اطلاعی ازش نداشت ولی اون حرفا رو زد. من فهمیدم که اینا واقعی‌اً مستندن. یعنی یه سری کارایی از شوهرم رو کرد. گفتش که شیشه میکشه من تحقیق کردم که یه همچین کارایی میکنه. دقیقاً به منو مطلع کرد که ایشون تمام زندگیش به تو دروغ گفته. خب بعد از تحقیقات به پیشنهاد چی رسید؟ گفتش که من تحقیقات کردم شوهر شما یک عمر شما دروغ گفته تو تمام این چند سال، تمام تقصیر افتاد گردن ایشون. خب بعد ازم خواست که یه ترتیبی بدم که ایشون ملاقات کنه که یه ذره چشمی بگیره که ایشون بفهمه من بی کس و کار نیستم. یعنی فضا از صحبت با شوهرتون رسید به زهر چشم گرفتن. آره. چون آخه ایشون به این اولش معتقد نشدن، بعدن یه چندی که پیش رفتن خودشونم با کسای دیگه صحبت کرده بودن معتقد شده بودن که جا برای گفتمان وجود نداره. به اون روز برسیم پنجشنبه. من پنجشنبه که من صبح کلاس بودم در جهت کلاس کارایی کردم که ایشون با من تماس داشتن گفتن که امروز ما این قرار رو میذاریم که صحبت ها انجام بشه و این در چشم گرفته بشه تا نتیجه بخش بشه. صحبت های مدل زهر چشم. تا قبل از اونم من خیلی بهشون گفتم اصلا منو فراموش کن، اصلا من میخوام اگه اینجا جهنمه من میخوام توش بمونم. ولی ایشون میگفتش که تو نگران نباش. من میخوام فقط باش حرف بزنم. گفت تو نگران نباش من فقط میخوام قضیه رو درست کنم. شما نمیگفتی چه جوری؟ گفت من بلدم. تا اینکه اون روز قرار گذاشتیم ایشون اومد گفت ایشون با موتور بودن، گفت دنبال من بیا. بعد توی راه مثلا پنچر کردی میستی به شوهر تماس میگیری میگه بیا اینجا. شما با خودروی خودتون بودید؟ من با خودروی خودم. خب شوهرم هم چون خونه بود جایی نمیرفت دیگه، کار نداشت که بخوام. اون روز شوهرتون که رفت محل کارش؟ اون روز وقتی تماس گرفت از محل کارشون مراجعه کرده بود به اتوبان آزادگان که تصور خودشون پنچری بگیره؟ من نمیدونم چون ازشون نپرسیدم. خب با موتور راه افتاد جلو؟ با موتور راه افتاد من پشت سرشون و شما همچنان نمیدونستید قراره چه اتفاقی بیفته؟ نه من فقط فکر میکردم شاید در حد زرچشم بودن که مثلا دعوای مختصر. یعنی با علم به این که شاید دعوای مختصر بشه شما پشت سرش راه افتادید؟ علمش ببینید من میدونستم که چون بعدتون نمیومد دیگه. نه بحث بعد این زهر چشمه بالاخره جایی برسه. من میدونستم که آقای رضا آدم دعوایی نیستن. شاید با راهکارهایی که داره بتونه واقعا یه انگیزه یه کاری کنه که شما بهتون گفته بود که میخواد زهر چشم بگیره. درسته دیگه ولی گفته بود اینا حرف نمیفهمن. ببین رضا 5 دقیقه پیش که رضا گفته که درسته میگفت اینا حرف نمیفهمن. ولی مثلا خیلی حرفایی که میزن من مثلا فکر میگم شاید تو تصوراتش. خب خیلی احساسی. تا رسیدید به اون محل بله چه اتفاقی افتاد که بنا شد شما بایستید یا ایستادید؟ گفت اونجا بایست مثلا پنچری که خودش اومد بعد ماشین خالی کرد برف منتظر شد تا شوهرم اومد. بعد توی این مدت تماس تلفنی داشتید با شوهرتون؟ نه توی مدت به شوهرم زنگ زدم. بعد زنگ زدید و شوهرتون چی گفت اون موقع؟ اومد دنبالم گفت میام. پای تلفن چی به شما گفت؟ گفت میام. فقط گفت میام؟ سفارشات دیگه ای نداشت؟ نه روز قبلش چون معمولا آدم نگران همسرش. من میخوای بهش بگم چی گفته بود یا خودتون یادتون میفته؟
گفت تو بشین داخل ماشین، در ماشینم قفل بکن تا من نیومده از ماشین بیرون نرو. یعنی یک نوع حساسیت یا دوست داشتن، هر حالا اسمش من نمیدونم، خب یک حساسیت یا دوست نگرانی مردمی نسبت به زنش داشته. خب درسته. و شما نشستی داخل ماشین تا شوهرتون بیاد. و رضا کجا بود؟ رضا همون بالا پشت تپه. من اینا رو میدونم و من میخوام شما بگید. همسرتون رسید؟ همسرم رسید، اول اومد داخل اتومبیل نشست، بعد از توی داشبورد جک بود، جک ها برداشت و رفت. من داشتم موزیک گوش میدادم، به هم موقع داشتم شماره مامانمو میگرفتم که بگم چطوره من دیر کردم، مثلا دیر میکنم نگران نباش شد. گفتم شاید امشب یکم دیر کنم دیگه، چه پنجرگیری ها دلشوره داشتم میمردم. من حتی همون لحظه که رسیدم بهش گفتم اصلا بیخیال شو بریم، من شوهرتون گفتم؟ نه به چیز گفتم، به آقای رضا گفتیم بیخیال شو بریم. گفتم بیخیال شو بریم. آخه گفت چرا ماشین عقب جلو میکنی؟ گفتم من دارم میمیرم از ترس و نگرانی. خب بذار بریم. شوهرم پیاده شدن که رفتم، من داشتم تماس میگرفتم که صدای ترقه مانند شنیدم. یعنی شما اصلا حواستون نبود که من داشتم تماس میگرفتم، بعد چون خیلی هم ترسیده بودم سعی میکردم روی تمرکز نکنم، سعی میکردم ذهنمو چیز کنم تا خدا بزرگه میگفتم بالاخره درست میشه. بعد که صدای ترقه مانندی اومد من پیاده شدم و ایشونو دیدم که با اسلحه هست. شوهرم هم حالت بین نشسته و ایستاده، نه ایستاده بود نه نشسته بود. یعنی بعد از شلیک که اول که به پهلوش خورده بود شوهرشون حمله کرد به سمت رضا که اسلحه رو گرفته بود. بعد من فقط موقعی گفتم تو رو خدا ولش کن که همون لحظه میگفتی تو رو خدا ولش کن. به رضا میگفتید که تو رو خدا همسرم ولش کن. بعد که همون لحظه یه پرایدی و 2 ماشین دیگه پشت سر هم زدن کنار رو پیاده شدن به سمت اینا دویدن که این اسلحه رو انداخت و رفت. بعد زنگ زدن آمبولانس که آمبولانس اومد. من صحبت شما رو قطع میکنم. من به عنوان کسی که اطلاعات کاملی از پرونده شما دارم اجازه بدید تا یه قسمت از صحبت شما رو ما قبول نکنیم. کجاشه؟ اونجایی که شما میگید اسلحه رو رضا گذاشت و فرار کرد. رضا کسیه که اسلحه رو گذاشت داخل رو صورت شوهرتون و شلیک آخر انجام داده. شما حتی متوجه موضوع شدید حالا اینطور که شما دارید میگید؟ نه واقعا متوجه نشید اسلحه رو گذاشته رو صورت؟ نه من اون موقع هم انقدر ترسیده بودم، هم نفهمیدین چند تا شلیک کرده؟ اصلا نفهمیدم. اون چیزایی که داخل تحقیقات مشخص شده و خود رضا هم اعتراف کرد. درسته ولی حالا بریم یه خورده جلوتر. واقعا من اصلا متوجه نشدم، چون هم فوق العاده ترسیده بودم هم فوق العاده خسته بودم. اما همچنان مدیریت بحران می‌کردی، از لحاظ ذهنی خودتون رو مدیریت می‌کردی؟ نه تو ماشین که بودم تونستم خودم مدیریت کنم، پیاده که شدم اصلا نتونستم از ترس راه برم. دیگه اومدم بیمارستان، شوهرتون منتقل شد بیمارستان، پرونده که اومد داخل آگاهی شما اظهاراتتون چی بود؟ بحث زورگیری رو مطرح کرده بودید. مثلا بازم با این حال شما می‌خواستین رضا رو این وسط؟ من ترسیده بودم بیشترم به خاطر خودم بود. فقط به عنوان سوال آخر این روزا به چی فکر می‌کنی؟ فقط به بچه. و کاش که اون شب اصلا یه اتفاق نمی‌افتاد، کاش یه دکمه‌ای بود که همه چیز برمیگشت به چهارشنبه و اصلا حذف میشد این مورد. شما فکر میکنید که خودتون هم تو این داستان مقصر هستید؟ قطعا من الان واقعا اظهار ندامت و پشیمونی از بدتر از اینم دارم. برای چی؟ برای اینکه من نباید به حرفش گوش میدادم، من نباید اینجوری احمقانه رفتار میکردم. و شما میگید که به هیچ عنوان از این نقشه آقای رضا خبری نداشتی؟ نه نداشتم. خیلی ممنونم. مرسی. گفت تو میتونی از پس هزینه 2 زندگی بر بیای، من زنت نمیخوام بشم. و گفتم خب نشو، من هر طور شده زیر سنگم شده 2 شیفتم شده کار میکنم، خرج زندگی تو میدم تا تو بتونی بچه‌تو بزرگ کنی. اگه واقعا میخوای فرار کنی از دستش. حتی بهش گفتم اگه میخوای بری برو شهرستان زندگی کن. نه من باید خارج از ایران زندگی کنم. هی گفت نه اونو و فلان و اینا. بعد گفت اگه بخواد این برنامه انجام بشه باید دخل این طرف یه طور تمیزی بیاد.
خب شما چرا آقا رضا تا الان توی این نشست ما واقعیت رو نمیگفتی؟ چون بچه داشت، من نمیخواستم بچهش الان پدرش فوت کرده به خاطر کاری که من کردم، منم ناخواسته به خدا خانم تو چی میشه آقا رضا؟ خانم تو چی میشه؟ خانواده تو چی میشه؟ به اینا فکر کن. میدونی الان ممکنه که محکوم به اعدام بشی؟ تا حالا آقا چاقو دستم نگرفتم، چاقویی که واسه به جز چاقویی که برای میوه پوست کندن چاقوی دیگه من دستم نگرفتم. ولی آقا رضا قبول داری که پرخاشگری داشتی تو زندگیت؟ بله من پرخاشگری داشتم. خواهرتو کتک زده بودی؟ اینا چیزایی که ما در گفتگو با هم خیلی متوجه جوون بودم. خود رها رو زدی؟ خود رها رو سیدی خیلی زدی؟ جوون بودم. خب فکر نمی کنی پشت سر اون توی این اتفاق یه رگه هایی از اون خشونتت بوده؟ نه اون موقع مگه میشه آدم دستشو بچکونه رو ماشه بعد خشونتی نداشته باشه؟ خدا شاهده من ازتون خواهش میکنم اون اسلحه رو با فشنگ امتحان کنی. یه جاهایی توی فضای عاشق و معشوقی آدم میخواد ثابت کنه که خیلی قدر خیلی قدرتمنده. من احساس میکنم شما میخواستی کاری کنی که به رها ثابت کنی که تو عاشق بودنت نسبت به اون کم نمیاری. ولی من نمیخواستم اتفاقی برای اون طرف بیفته. من نمیخواستم هیچ اتفاقی برای و تکذیب میکنی که از قبل طراحی اینو نداشتی که بری ایشونو بکشی؟ نه اصلا نمیخواستم بکشمش. رها حتی تو اگر همراه من نباشی من این کارم انجام میدم. اصلا من چه حرفی بهش نزدم. اسم یه قرصی رو گفت این از این پارسال مصرف کرده، اووردوز کرده. من میتونم اینو بریزم تو آب میوه‌اش بهش بدم. خب بعد برگشت گفتش که این قرص رو برای من پیدا کن از ناصر خسرو. گفتم نه نمیخوام. و خودش یه بسته داشت، یه بسته قرص رو داشت، من ازش گرفتم بسته قرصش رو من ازش گرفتم. یعنی قرار گذاشته بودید بازم ازش گرفتی؟ بعد اون میخواست این کارو بکنه. من گفتم خب به جای این کارو کردن، وقتی با اون آقا صحبت کردم گفت خب بترسونینش. گفتم خب بترسونیمش که بهتره. که شما میخواستی آقا رضا بری بترسونیش که زندگیشون اصلاح بشه؟ میخواستم بترسونمش که اون آقا دیگه نزنش. شما آقا رضا قصه پرونده شما طول میکشه تا شما واقعیات رو بخوای به صورت کامل بگی. همینطوری که یه قسمت از واقعیت رو الان گفتیم، یه قسمت از واقعیت رو تو ادامه تحقیقات میگید. من هرچی که خدا شاهده میشه بگی دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ من دیدم این رفت توی ماشین، من از اون تپه خاکی اومدم پایین، دقیق نمیدیدم، دیدم رفت سمت رها به من گفته بودش که چندین بار مثلا تو ماشین این سر منو اینجوری کوبیده به شیشه. رفت که سرشو بکوبه به شیشه؟ نمیدونم رفت سرشو بکوبه به شیشه، رفت رو داشبورد چیزی برداره. اینو نمیدونم. متوجه شدید که رفت سمت رها. بعد اومدم بالا. وقتی که اومدم پایین از ماشین که پیاده شد، در صندوقو داد بالا. منو نگاه کرد، من رفتم سمتش. خیلی نگاهش ترسناک بود. من باور کنید خدا میدونه حتی مطمئن نیستم که ماشه رو چکونده باشم. باور کنید دستم رو ماشه بود ولی نمیدونم ماشه رو چکوندم. به همین خاطر میگم اون اسلحه رو چک کنید، چون آقا اون دیروز برگشت ماموران آگاهی چک میکنن. شما نگران این داستان نباش. شما سعی کن کاملا یادت بیاد آقا رضا. من دقیقاً دارم میگم وقتی که خورد این اسلحه توی یه چیز مقوایی مانند بود، نمیدونم دیدید یا نه، دقیقاً تو همون چیزی که بود اون آقا بسته بندی کرده بود. این مدلی بود. من اینو زدم اینطوری هم یه ذره شدم که فکر کنم خورد اینجاش، دقیق نمیدونم پهلوش خورده، دقیق نمیدونم. یه ذره خم شد، منو نگاه کرد، یهو اومد سمتم. من ترسیدم، یه قدم رفتم عقب. یه قدمی که رفتم عقب اسلحه‌ای که تو حالت روبرو بود چرخید اومد اینور. یه تیرم اونجا رفت. منتها اون اولیه که رفت که من تیر زدم 2 تا صدای پشت سر هم بود به نظرم. خب ولی من 2 تا شلیک نکردم. ببخشید آقا رضا، این اسلحه‌ای که شما در اینجا توضیح میدین یه آدم بی سوادی باشه خب شاید قبول کنه. اسلحه‌ای که شما استفاده کردین اسلحه خودکار نبوده که. اتفاقا اسلحه شما اسلحه بودی وقتی شلیک اول انجام بدی، برای شلیک دوم باید اسلحه رو مسلح کنی. یعنی شما اسلحه رو مسلح کردی که شلیک دوم انجام بده. نه من همون اولیو که زدم به نظرم 2 تا تیر با هم رفت. خدا میدونه من نمیشه اون اسلحه. آقا چک کنید. شما همین الان خودت گفتی که تیر دوم رفتم چند قدم عقب‌تر شلیک کردم. من اولیو که زدم یا یه دونه تیر رفت یا 2 تا. من 2 تا نزدم. دومیو که اومدم عقب اینوری زدم، اینوری رفت.
پس دومی رو زدین دیگه. بله دومی اصلا سمت ایشون نبود، این ور بود. این نخورد بهشون؟ نه. بعد لوله اسلحه رو گرفت کشید، حتی با من چیز کرد، مقابله کرد، گلاویز شد، چند تا مشت زد. گوله سوم چه لیک شد؟ میگم داری شما میگی گوله سوم، من دارم میگم گوله سوم شاید همون اولیه دوتا اومده، من گوله سومی شلیک نکردم. شما ندیدید که صورت ایشون زخمی شده باشه؟ من برای که شنوندگان خود متوجه این اسلحه که شما مسلح کردید چطور مسلح میشد؟ فشنگ از کجاش میخورد؟ از زیرش میخورد دیگه. ببینید اون آقا اسلحه رو اون موقع که من داد 2 تا فشنگ توش گذاشت، بعد گفت این فشنگ گذاریشو بلدی؟ من 2 تا فشنگ گذاشتم، هر کاری کردم نتونستم بذارم. کلا چند تا فشنگ داشتی؟ بعد 4 تا همونایی که خودش داده بود. بعد برگشت گفتش که تو نمیتونی، اسلحه رو خالی کرد، خودش گذاشت، نمیدونم 4 تا گذاشت 3 تا گذاشت، نمیدونم چند تا توش گذاشت. بعد این فشنگا رو توش گذاشت، گفت فقط این دستت به ماشش نخوره، این میچکونه. فکر کنم این پرونده حالا باید تو اداره دهم پلیس آگاهی بهش رسیدگی بشه تا تمام زوایاش مشخص بشه ان شاءالله. آقا رضا، من سوال آخرم ازت اینه، لطفاً بهم جواب بده. خیلی عجیب بود واسه من، چون بعد از صحبت با شما و خانم رها متوجه یه سری تناقضاتی شدم. خانم رها یه سری چیزهایی درباره شما میگفت و شما یک سری مطالبی درباره خانم رها میگید. 16 سال پیش که عاشق سینه چاکشون بودید فکر میکردید که یه روزی توی پلیس آگاهی تهران بشه اتهام قتل بهتون خورده باشه و معشوقتون و شما که عاشقید درباره همدیگه اینجوری صحبت کنید. به خاطر کاری که نمیخواستم بکنم، به خاطر کسی که میخواسته چه میدونم انتقام یه دونه نفرین مزخرفو از من بگیره، به خاطر کسی که بعد از این که من دیگه بر نمیگردم میره با 2 نفر عقد میکنه، هر 2 تاشون مزخرف از آب در میاد. اون بنده خدا اونم آدم بوده، قبل از این با این نفر دیگه عقد بوده. عجب. خیلی خوب، مرسی. متشکرم از همراهی شما با پرونده این برنامه. خب متهمین این پرونده لحظاتی پیش از اتاق خارج شدن، اما جناب سرگرد نمکشناس، من داشتم به این فکر میکردم که باز هم رد پایی وجود داره از فضای عجیب مجازی. بله، باز هم فضای مجازی و این بار فضایی به نام اینستاگرام. از این پرونده‌هایی که با همدیگه بررسی کردیم متوجه شدن که بسیار از این موضوعات پرونده‌ها که بعضاً جنایت و قتل عمد بوده سرمنشأش برمیگرده به عدم مراقبت خانواده‌ها و عدم کنترل اعضای خانواده در فضاهای مجازی، حالا تلگرام، اینستاگرام و خیلی هم موضوعات دیگه. این 2 تا متهم پرونده همونطور که متوجه شدید در یک مقطع زمانی علاقه‌مند بودن به هم دیگه، به خاطر بعضی از موضوعات هر کدوم دنبال زندگی خودشون بودن، اما باز هم متاسفانه می‌بینیم که از طریق این فضای مجازی این 2 نفر همدیگر رو پیدا می‌کنند و موضوعاتی پیش میاد که نهایتاً به قتل همسر یکی از این 2 نفر منجر میشه. واقعا من فکر نمی کنم دوستان عزیز من، دوستان شنونده، من فکر نمی کنم که فضای مجازی در ذات خودش دچار اشکال باشه و هیچ آدم منطقی هم نمیتونه این حرفو بزنه. منتها نوع استفاده ما از فضای مجازی، نوع استفادهمون، تاکید میکنم نوع استفاده ما از فضای مجازیه که میتونه منجر به اتفاقات خوب یا پیشامدهای بد بشه. طبیعتاً اختیار دست خود ماست. میتونیم از این ابزار به درستی استفاده کنیم با آگاهی و میتونیم از اون سوء استفاده کنیم، خدای نکرده. ساده تر بگیم که فضای مجازی مثال همون چاقویی رو داره که میتواند در دست یک پزشک باعث نجات یک انسان بشود و همون چاقو میتواند باعث مرگ یک انسان شود. انشالله که هممون کمک کنیم به این که بتونیم استفاده های بهتری رو از این فضا داشته باشیم که منجر به پیشرفت فرهنگ کشورمون بشه.